بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل ما بحث در حقیقت B2C رو شروع کردیم، یعنی فصل 3 رو شروع کردیم. البته فصل 3 چون مباحث خیلی به اصطلاح گوناگونی داشت، ما برخی از اون بخش به اصطلاح فصل رو مطرح کردیم، یعنی از صفحه 116 الی 130 و صفحه در حقیقت 163 تا صفحه 166 رو، این همین بخش ها رو از فصل 3 مطرح کردیم و بحث فصل 4 خودمون که باز هم بحث B2C هست رو شروع خواهیم کرد. خدمت شما من ابتداءً عرض بکنم که فصل 4 به نحوی عنوان فصل، همونجور که شما خودتون ملاحظه می‌فرمایید، عنوان فصل که در صفحه 171 کتاب هست و این اسلاید یکی هم که می‌بینید، عنوان فصل هست رفتار مصرف کننده، خدمت به مشتری، کاستمر سرویس و تبلیغات. البته در این فصل ما مباحث دیگری همچون به بحث مارکت ریسرچ یا تحقیقات بازار رو هم داریم و حالا به یک تعبیری من میتونم بگم که این فصل تقریباً به نوعی مباحث مرتبط با بازاریابی الکترونیکی رو مطرح میکنه. ما یه بحث خیلی اساسی و مهمی داریم تحت عنوان بازاریابی الکترونیک یا ای مارکتینگ که در این فصل تقریباً برخی از، به طور خیلی علاوه باز هم اقتصاد، برخی از مطالب مرتبط به بازاریابی الکترونیکی رو در اینجا مطرح شده است. ابتداءً از اولین بحثی که اینجا شروع خواهیم کرد، بحثی است تحت عنوان رفتار مصرف کننده. شما رفتار مصرف کننده یا مدل رفتاری در حقیقت مصرف کننده ایسی رو می‌بینید. کلاً وقتی که می‌خوام در مورد بحث مصرف صحبت بکنیم و رفتار مصرف کننده در حقیقت صحبت بکنیم، اینه که در حقیقت رفتار مصرف کننده، بس این است که چگونه یک مصرف کننده مطلع میشه، علاقمند میشه و نهایتاً یک محصولی رو در حقیقت میخرد، از حالا چه به صورت فیزیکی چه به صورت الکترونیکی. در این تصویری که شما میبینید، ما وقتی که رفتار مصرف کننده رو مطرح میکنیم، رفتار مصرف کننده در حقیقت به نوعی فرایند تصمیم گیری مصرف کننده است. یعنی مصرف کننده در مورد خریدش یک فرایندی رو در حقیقت طی میکنه تا میرسه در حقیقت به اینکه حالا به تعبیری پاسخ به یک سری سوالات بده. توجه داشته باشید در این تصویر که در مرکزش همچون که میبینید decision making process هست، یعنی فرایند تصمیم گیری، و در سمت راست یعنی شما 4 بخش رو، یعنی environment characteristics یا به عبارتی همون ویژگی های محیطی، personal characteristics یا ویژگی های در حقیقت به تعبیری ویژگی های شخصی یا شخصیت ها، محرک ها و نهایتاً سیستم های در حقیقت کنترلی فروشنده. 4 تا ورودی داره این در حقیقت. اگر سیستمی میخوام در نظر بگیریم، همونجوری که شما در این دایره میبینید 4 تا ورودی داره به این سیستم. یعنی ما برای تصمیم گیری، فرآیند تصمیم گیری، عملاً این 4 تا به عنوان ورودیه و آن چیزی که به عنوان خروجی هست که به سمت راست و فلش به سمت راسته، عنوانش هست buyers decisions، تصمیمات خریداران. یعنی وقتی که ما میگیم رفتار مصرف کننده، به نحوی اینه که خریدار به این سوالات چگونه جواب میده: چی بخرم، چقدر بخرم، چه چیزی بخرم، از کجا بخرم، کی بخرم، چقدر پرداخت داشته باشم و تکرار خریدم چگونه باشد. یه مصرف کننده نهایتا باید به اینها پاسخ بده. حالا صحبت چیه؟ صحبت اینه که ما بایستی شناسایی کنیم رفتار مصرف کننده رو به صورت آنلاین و سعی ما این باشه که طوری در حقیقت برنامه ریزی بکنیم
طوری چیدمان کنیم در تجارت الکترونیکی که نهایتاً رفتار مصرف کننده رو به نفع سازمان جهتگیری کنیم. رفتار مصرف کننده رو جهت بدیم به سمتی که منافع سازمان هست، یعنی خرید بکنه از ما، تعداد زیاد خرید بیشتری در داشته باشه، خریدش رو تکرار بکنه و ماننده. پس رفتار مصرف کننده این ویژگی دقیق به این ترتیب هست: مصرف کننده چه تصمیمی میگیره و ما چگونه میتونیم بر تصمیم او اثرگذار باشیم. این ویژگی هایی که در حقیقت به اصطلاح گفتم که این سیستم 4 تا ورودی داره و یک خروجی. ویژگی های شخصیت و ویژگی های محیطی رو صحبت خواهیم کرد. ویژگی های محیطی در کتاب صفحه 176 و 177 این ویژگی های محیطی رو مطرح کرده. مثلا مسائل اجتماعی، متغیرهای اجتماعی، متغیرهای فرهنگی، متغیرهایی که مربوط به دولت در حقیقت میشه، مقررات دولت، قانون و غیره. اینها یک سری ویژگی های در حقیقت محیطیه. در کنارش سری ویژگی و اینا همه اثرگذاره. تمام این ویژگی ها میتونه فرهنگ، نوع فرهنگ، ویژگی های فرهنگی میتونه اثرگذار باشد. یک کالایی در یک کشوری فروش زیاد داره، در یک کشور دیگه فروش کمی داره، یا اصلا فروش ندارد. این برمیگرده به ویژگی فرهنگی یا ویژگی دقیق اجتماعی. یا دولت ممانعت ایجاد کرده یا برعکس سهولت ایجاد کرده برای خرید برخی از محصولات. پس همینا اثرگذاره. یه سری دیگه ویژگی های شخصیتی افراده. ویژگی شخصی مثل سن، مثل جنسیت، مثل فرهنگ، مثلا اون نوع آموزش که افراد در حقیقت دیدن، سبک زندگی، ویژگی های شخصیتی و ماننده. این ویژگی های در حقیقت شخصیتی در کنار ویژگی های محیطی، اینا 2 تا ویژگی هست که ما به عنوان یک بنگاه اقتصادی روی اونها اثرگذار نمیتونیم باشیم. ما اثرگذار نیستیم. یا حالا البته مسامحتاً هم بگیم اگر امکان پذیر باشه اثرگذارم باشیم، خیلی طولانی مدته و در خیلی مواقع مثلا شاید امکان پذیر نیست. کلا ما این 2 تا به اصطلاح 2 نوع متغیرها رو متغیرهایی میدونیم که ما اثرگذار نیستیم. ما نمیتونیم روی قانون، روی فرهنگ یا روی مثلا این به تعبیری طبقات اجتماعی که وجود دارد ما اثرگذار باشیم. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم در سازمانمون اینه که خوب مطلع باشیم، کاملا واقف باشیم و خودمون رو تنظیم کنیم با این ویژگی ها. ما اگر میدونیم که مثلا در سالهای آینده مثلا یک بخشی از مثلا جوانان یا نوجوانان تعداد بسیار زیادی خواهند بود و این کالای ما مثلا جوان پسند هست یا مورد نیاز جوانان هست، براش یک برنامه‌ریزی میکنیم. یا بالعکس مثلا در یک کشور میرن مثلا به اصطلاح زاد و ولد کاهش پیدا کرده، بچه‌ها کمتر در حقیقت متولد در حقیقت میشن و این نسل کودک، نوزاد که بعد میشه کودک، بعد میشه نوجوان و جوان، این نسل هی داره تعدادشون کمتر و کمتر در حقیقت میشه. خب اگر ما مسئولی هستیم که به نوعی مرتبط با اینها هست، بعد در نظر بگیریم که خب بعدا ما مثلا در 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال که حالا اینا که نوزادا کم شدن، اینها مثلا در چند سال دیگه میشن نوجوان و اگه کالای ما مورد نیاز نوجوان هست، بعد خودمون رو هماهنگ بکنیم. پس اینو بایستی در نظر بگیریم. این ویژگی ها ما هیچ کدوم اثرگذار نیستیم از یک طرف. از طرف دیگر اینه که بایستی که کاملا آگاه باشیم و به نفع سازمان رو طوری به اصطلاح سیاست های سازمان رو به سمتی ببریم که از این موقعیت ها استفاده بکنیم. ولی ویژگی دیگر که دقیقاً همون محرک ها هستن، محرک ها همونجوری که شما دارید اینجا مشاهده هم دقیقاً میکنید، یک بخشیش مثلا اگر در نظر بگیریم بخشی از مواردیه که ما اثرگذار در حقیقت به تعبیر اگر بگیم کل سازمان اثرگذاره. ولی مثلا بخشی که مربوط به تجارت الکترونیکیه، اون بخش که خاص مثلا اون طراحی وبسایت و غیره هست، اثرگذار ما نیستیم از بعد تجارت الکترونیکی. ولی خود سازمان مثلا تو بحث قیمت،
قیمت رو سازمان تعیین میکنه، قیمت رو کم بکنه یا زیاد بکنه. پروموشن یا به اصطلاح روش‌های ترغیبی و تشویقی، مثلا تبلیغات، مثلا دادن تخفیفات، مثلا گذاشتن جایزه، اینا تحت در حقیقت اختیار و کنترل سازمانه. خود محصول، تغییر محصول، کیفیت محصول، اینا همه ویژگی هایی که در اختیار سازمانه، اما لزوما مرتبط به بخش تجارت الکترونیک و سایت نمیشه. صحبت اساسی ما به اصطلاح اون به اصطلاح باکس یا مستطیل پایینی هست، یعنی Vendors Control Systems، سیستم های کنترلی فروشنده. این بخشیه که در حقیقت مستقیما مربوط میشه به بخش ای کامرس. یعنی تو اینجا در حقیقت ما در بحث ای کامرس داریم به اصطلاح متغیرهایی رو مواجه با متغیرهایی هستیم که در بخش ای کامرس ما میتونیم این متغیرها رو با تغییراتی که در این متغیرها میدهیم اثرگذار باشیم بر رفتار مصرف کننده و تصمیمات مصرف کننده. مثلا که خدمات پشتیبانیه یا خدمات لوجستیکیه، مثل پیمنت. اگر ما در سایتمون روش پیمنت رو خیلی ساده کنیم، خب قطعا در رفتار مصرف کننده اثر گذاره. مثلا در خود کشور ما دیگه بحث کشوریه، ولی چون ما هم به حال خیلی قدرت مانور نداریم، از این لحاظ قدرت مانور نداریم که چندین روش پرداخت الکترونیکی داشته باشیم. مثلا چند سال پیش فقط یه زمانی که اصلا هیچ نوع پرداخت الکترونیکی نداشتیم، افراد مثلا اون کسی که مثلا کالا رو می آورد در به منزل و اونجا پرداخت به صورت نقدی بود. بعدها برخی از بانک‌ها پیشرو بودن، مثلا بانک‌های خصوصی پیشرو بودن که از طریق اون بانک و در حقیقت باید فرد حساب به اصطلاح اون کارت حسابی باز میکرد در اون بانک خصوصی و از طریق اون کارت پرداخت رو انجام میداد، از طریق اون حساب اون پرداخت مثلا الکترونیکی. خب این هم باز هم مشکلات ایجاد کرد. بعد که قرار شد که همه از طریق شتاب بتونن کار انجام بدن، یه دفعه می‌بینیم که خیلی به اصطلاح خیلی فروش‌های الکترونیکی توسعه پیدا کرد. یعنی ما بر رفتار مصرف کننده اینجا اثر گذاشتیم. یا دلیوری، یک از تفاوت‌های فروش الکترونیکی این که ما خود محصول رو میاریم در حقیقت بعد ببریم درب منزل یا محل کار یا هر جایی که خریدار خواسته. دیگه خود خریدار نیستش که وقتی کالا رو از مغازه ما خرید کالا رو خودش با خودش برداره و حمل کنه و ببره. پس اینجا یک سیستم دلیوری و یک سیستم در حقیقت حمل و نقلی که و رساندن و ارسال کالا به دست مصرف کننده باید باشه. خب برای این باید بریم چیکار میخوایم بکنیم؟ آیا خودمون میخوایم این کار رو انجام بدیم؟ یعنی یک شبکه توزیع خودمون میخوایم داشته باشیم؟ هزینه هاش چگونه است؟ امکاناتش چگونه است؟ چقدر ما سرمایه گذاری کنیم؟ اگر نه به شرکت‌های دیگه بونسپاری کنیم، اونا چگونه کار انجام میدن؟ چقدر کارشون داره کیفیته؟ چقدر هزینه از ما میگیرن؟ اینا همه رو بس ما اینجا بررسی بکنیم، چون دقیقاً این رفتار هم اثر میذاره. اگر شما یک سیستم دلیوری یا یک سیستم ارسال خوبی نداشته، ارسال محصولات خوبی نداشته باشی، در بلند مدت دیگه کسی مشتری شما نخواهد بود. یه بخش هم تکنیکال ساپورت هست، خدمات یا به اصطلاح پشتیبانی های تکنیکی رو وب دیزاین. ما در حقیقت طراحی وب، این وب طراحی وب باید خیلی مثلا جاذب باشه، جالب باشه، راحت باشه کار کردن باهاش، ران شدنش راحت باشد، اطلاعات خوب در اختیار مشتری قرار بده، اثر گذاره. یا سیستم های ایجنت هایی که من قبلا هم صحبت کردم، آیا ما از اینتلیجنت ایجنت ها استفاده میکنیم؟ آیا از سیستم های هوشمند استفاده میکنیم؟ عامل های هوشمند؟ آیا از سرچ انجین میخوایم استفاده بکنیم؟ اینا همه بحث بسیار مهمیه. و یکم خدمات به مشتری یا همون کاستمر سرویس، مثل FAQ یا سوالهای متداول. من یک کالایی تولید میکنم، خدمات تولید میکنم، سعی بکنم 10 تا 20 تا 100 تا سوالی که نوعاً افراد در نحوه مصرف اون کالا و خدمات باهاش مواجه هستن، من پیشاپیش اون سوالات رو در حقیقت شناسایی کرده باشم و پاسخهای خیلی ساده و کاربردی در اختیار افراد قرار بدم که افراد به راحتی بتونن کار انجام بدن. ایمیل خیلی مناسب، به اصطلاح
ایمیل داشته باشم، از طریق ایمیل افراد با من در تماس باشند که اینو بعداً صحبت خواهم کرد. بعضی از شرکت‌ها اصلا مبنای بازاریابی الکترونیکیشون همین بحث ایمیل هست و اینکه نظرات مشتریان رو به عنوان یک بازخور میگیرن برای بهبود کار خودشون. کال سنتر هست، مثلا تلفن‌های گویا، شبکه‌های وان تو وان یا یک به یک هست. مجموعه همه اینها اینه که نهایتاً تأثیرگذار هست بر رفتار مصرف کننده و این بایستی که با هم خود شرکت رو تصمیماتی که در شرکت گرفته میشه ولی لزوما در تجارت الکترونیکی، در بخش تجارت الکترونیکی و بخش بازرگانی نیست، اونها رو باید هماهنگ بکنیم و اونم که اصلا مرتبط میشه به خود تجارت الکترونیک من براتون توضیح دادم که نهایتا در همین بحثه و این صحبت‌های بنده هم در اسلایدهای بعدی مثل اسلاید 9 اسلاید 10 و اسلاید 11 و 12 شما مشاهده میکنید. یه بحث خیلی مهمی هست که اینم تو بازاریابی الکترونیکی خیلی به اصطلاح اهمیت داره، اینه که ما اگر که میخوایم در حقیقت به تعبیری اثرگذار باشیم در رفتار مصرف کننده، اینه که بحث از اینه که چه افرادی نقش دارن در تصمیم گیری مصرف کننده. ذهنیت ما میره که خب مصرف کننده یه فرد، خودش میبینه، خودش در حقیقت شناسایی میکنه این محصول رو، تصمیم گیری میکنه، خرید میکنه و اونو مصرف میکنه. ولی این خیلی صحیح نیست. یعنی این نیستش که همه اینها رو یک فرد انجام بده. گاهی مواقع ما میبینیم که در حقیقت در تصمیم در حقیقت مصرف کننده چندین گروه اثر گذار هستند و اینجا یک بحث جدید پیش میاد. خب ما باید تأثیرگذار باشیم روی کدوم بخش از اینها، یعنی چه گروههایی رو ما بایستی که مخاطب قرار بدیم و اونها رو شناسایی کنیم، تبلیغات خودمون، اطلاعات خودمون رو در اختیار اونها قرار بدیم و به نوعی اثرگذار رو اونها باشیم و اونها و از طریق اونها اثر بگذاریم رو رفتار مصرف کننده. 5 گروه شناسایی شدن. یکی شروع کننده است، اینیشیتر، اونایی که در ابتدا ایده از خرید کالا یا خدمات ویژه رو در نظر گرفته یا پیشنهاد می‌نمایند. بعضی هستن که پیشروان. ما داریم حالا یه بحث خیلی جالبی هم هست تو بحث‌های ام بی هم خیلی میتونه بحث مهمی باشه که بعضی از افراد و بعضی از اشخاص افرادی هستن که سعی میکنند محصولات جدید با تکنولوژی‌های جدید رو اولین کسانی باشن که استفاده میکنن. مثلا اگه یک موبایل جدید میاد، نمیدونم یه پد جدید در حقیقت میاد، یک نرم افزار جدید هست، یک اتومبیل جدید، یک لوازم خانگی جدید، یه محصول غذایی جدید، سعی میکنن اولین کسانی باشن که مصرف کننده این محصولات جدید باشن. اینا یک گروه هستن که به هر حال نوعاً با مصرف خودشون بعد افراد دیگر به اونها در حقیقت تأثیر میجویند و اونها هم شروع میکنن به استفاده از اون کالا و محصول. یک گروه دیگه تصمیم به اصطلاح تأثیرگذاران هستند، اینفلوئنسر. اونا کسانی هستند که افراد به اصطلاح مرجع هستند برای تصمیمات افراد. یعنی مثالی من بزنم، مثلا شما تو یک دانشکده، یک مرکز آموزشی هستید یا نه در یک محل کارتون یه واحد آیتی دارید، افرادی هستن تو اون واحد آیتی دارن کار میکنن، تو این زمینه در حقیقت کار میکنن، تخصص دارن. شما مثلا من اگر میخوام، شما یا من نوعی میخوام یه لپتاپ جدید بخریم، خیلی از مواقع شده که رفتیم به این افرادی که در این واحدها کار میکنن یا اشخاص اون کارشناسا، رفتیم مراجعه من یه لپتاپ میخوام با این ویژگی ها، بهتره چه لپتاپی بخرم. اونا منها رو در حقیقت سعی میکنن که راهنمایی تخصصی بکنن. اینا اثرگذارند. برای همین کسی که مثلا اگه یه دونه شرکتی مثلا یه محصول جدید، یه لپتاپ جدید، یه پد جدید بیاره، قبل از هر جا میره سراغ این مراکز آیتی تو شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و غیره
میاد اونجا یه پرزنت میکنه یا بروشرش رو قرار میده یا مثلا با اشانتیون و غیره یا به اصطلاح علاقه‌مند میکنه اونها رو که معرف‌های این محصول جدید باشن. یکی بس دیسایدره، خود تصمیم گیره، کسی که واقعا تصمیم خرید رو میگیره، اوست که این تصمیم رو میگیره. من این محصول رو دیدم مناسب بوده، منم تصمیم میگم که این کالا رو بخرم. بایر امکان داره فرد دیگری باشه، من اینو میگم، اما یک فرد دیگری رو میفرستم که این کالا رو برای من بخره. مثلا به طور مثال، حالا من بعدیرم بگم، بعد اینا یه مثال بزنم که شما اینا امکان داره متفاوت باشه. و نهایتا اون که استفاده میکنه، اون که در واقع اون کانسیومری که واقعا از این محصول داره استفاده میکنه. من یه مثال بزنم، مثلا حالا به طور مثال اگر بگیم برای لوازم یا به تعبیری اسباب بازی برای کودکان، مصرف کننده این محصول خب اون فرزند، در حقیقت اون فرزند اون بچه است. امکان داره که در حقیقت تصمیم گیر که این اسباب بازی مناسب هست، مناسب سن هست و هر دلیلی که وجود داره، تصمیم گیر امکان داره مادر باشه که این محصول برای این بچه خریداری بشه. اوست که تصمیم میگیره. پدر خانواده طبق معمول اوه که باید بره بخره، یعنی اوست که میره این به اصطلاح محصول رو میخره و در حقیقت در اختیار بچه قرار میده. پس می‌بینید که اینا میتونه متفاوت باشه. یه بحث هم هست، امکان داره همه این در حقیقت 5 گروه افراد در مورد یک فرد خاص همه یکی باشه. مثلا من کسی هستم که از تکنولوژی جدید خیلی استقبال میکنم تا ببینم، خودم میرم میخرم، دیگه به تاثیرگذار کاری ندارم، خودم مصرف کننده هستم، خودم تصمیم گیر هستم و خودم خریدارم. اما خیلی مواقع هستش که حالا با توجه به خود نوع فرد و از اون طرف هم خود در حقیقت نوع کالا، این افراد میتونن افراد مختلفی در حقیقت باشن، متفاوت در حقیقت باشن، اشخاص مختلفی میتونن باشن. حالا بحث اساسی تو اینجا چیه؟ تو اینجا یکی گفتم که اول یکی این که خب شما باید ببینید که کدوم بحث باید اثرگذار باشید. یک، دوم اینه که در فضای الکترونیکی و سایت ها به مقدار بسیار زیادی الان اثرگذار شدن. مثلا به خصوص اون بخش تاثیرگذار در اینفلوئنسر یا تاثیرگذار اگر شما در نظر بگیرید، یک اثرگذار اگر در نظر بگیرید، تاثیرگذار رو خواهید در نظر بگیرید، الان سایت ها دارن جایگزین میشن. یعنی چی؟ یعنی من میخوام یک محصول رو بخرم، یک هارد دیسک میخوام بخرم برای کامپیوتر خودم که ازش استفاده کنم. من به جای اینکه مراجعه کنم به اشخاص و افراد، میتونم برم به سایت های مختلف مراجعه کنم. وقتی که مراجعه میکنم اونجا مقایسه ها رو ببینم. الان امکان خیلی مقایسه، خیلی سایت ها برای ما فراهم میکنن 4 تا 5 مثلا هارد دیسک رو همزمان با هم دیگه مقایسه کنم. حتی فراتر از این، یعنی ویژگی‌هاش رو مقایسه کنم، قیمتش رو مقایسه کنم. حتی فراتر از اینه که من میتونم کامنت ها یا نظرات افراد رو در این زمینه ببینم. کسی که دارن استفاده کرده، نقاط قوت و ضعفش رو داره میگه، به خصوص اگر این فرد بی‌طرف باشه و این کامنت او یک به اصطلاح یک نظر او کاملا بی‌طرفانه باشه، برای من بسیار میتونه مؤثر باشه. پس اینجا برخی از به تعبیر اگر بخوایم بگیم، برخی از وظایف این گروه ها، به خصوص گروه اول و دوم، عملاً به سایت ها منتقل شده. یا به اینیشیتر، مثلا شما الان تو این 2 سال اخیر اگر به سایت آمازون رجوع کرده باشید، تقریبا تو این چند مدت اخیر، تو صفحه اولش همش تبلیغ کیندله که یک نوع بوک ریدره، خواننده در حقیقت کتاب هست، یک در حقیقت کتابخانه الکترونیکیه که در همراه شما هست، میتونه صدها کتاب رو شما تو اونجا داشته باشید که فقط مال آمازون نیست، با شرکت دیگه هم محصولشون دادن و بازار کردن. خب شما وقتی هر وقت وارد آمازون میشید، صفحه اول اینو میبینید، بعد مراجعه خب این صفحه حالا دفعه اول بهش توجه نکنید، برای اون محصولی که خواستید سری میرید مثلا سراغ اون دوربینی که میخواید، اما یک بار 2 بار چند بار میبینید خب این محصول چیه، چی کار میکنه. اینجا همون نقش شروع کننده رو داره، فرد نیست.
اما تونسته برای اول بار تو ذهن شما بیاد که یک همچین محصول اصلا وجود داره. خب چه ویژگی داره؟ بعد یواشکی ببین خب این ویژگی آیا با نیاز من تطبیق داره؟ اگر تطبیق داره خب چه محصولاتی هست؟ این محصولات کدوم خوبن و بحثایی که بعداً صحبت خواهیم کرد. پس این نکات رو باید در نظر بگیریم. نکته بعدی برمیگرده به این بحث که فرایند در حقیقت تصمیم گیری در حقیقت چگونه است. ما در اینجا فرایند تصمیم گیری خرید رو اینجا مطرح میکنیم. البته فرایند تصمیم گیری خرید کلا از یک لحاظ شبیه خیلی از فرایندهای تصمیم گیریه. تقریبا میشه گفت تصمیم گیری ها یک سری مراحل مشترک دارن و یک سری مراحل هم که متمایز میکنه اونها رو با یکدیگر. در اینجا هم در اسلاید 14 شما مشاهده میکنید این مدل تصمیم گیری خرید رو که مرحله اولش نیاز سنجی یا need identification هست، تشخیص نیازه. یعنی در این وضعیت فرد احساس میکنه، در واقع اینجا زمانی که اشخاص احساس میکنن که این ما همه یک وضعیت موجود داریم، یک وضعیت مطلوب در حقیقت داریم. تفاوت اینو احساس کنیم و احساس کنیم که با داشتن یک کالا و یک خدمات میتونیم از وضعیت موجود به اون مطلوب برسیم. مثلا وضعیت موجود ما اینه که مثلا اتومبیل نداریم، رفت آمد برای ما مثلا سخته. وضعیت مطلوب اینه که در واقع داشتن اتومبیله. پس این طریق داشتن یک اتومبیل نیاز ماست. شرکت ها به اصطلاح در اینجا شرکت ها سعی میکنن در هدف بازاریابیشون اینه که مشتری رو متوجه چنین فاصله ای بکنند و اینکه در حقیقت از طریق این کالا یا خدمات اون فاصله پر میشه. البته گاهی مواقع شما این تبلیغات خیلی حالا شما تو جای مختلف مثلا مثل رادیو، تلویزیون و امثال هم میتونید ببینید که مثلا یک زندگی مثلا لبنیات مثلا لبنیات در نظر بگیره، یک دشت خیلی سرسبز، یک خانواده حالا خوشبخت رو اونجا نشون میده. بعد نشون میده که مثلا یه دونه پنیر این وسطه. یعنی چی؟ یعنی اینکه در حقیقت فاصله شما با خوشبختی استفاده کردن از این پنیر هست و این الغای این بحث هست. فاصله وضعیت موجود شما با وضعیت مطلوب این کالا و خدمتی که ما میتونیم به شما ارائه بدیم. بگذاریم از این که من در لحظات قبلم گفتم علاوه بر نیاز در حقیقت تشخیص نیاز، گاهی مواقع شرکت ها و سازمان ها نیاز ایجاد میکنند و اینکه یک مثلا شما مثلا که قبلا زده بودم مثلا در مورد اپل میاد چند ماه تبلیغ این به اصطلاح پدهاشو مطرح میکنه، تبلیغ آیپد قبل از که این محصول وارد بشه. تبلیغ میکنه همچین محصولی میخواد بیاد بعد میاد تبلیغ میکنه. یعنی نشون میده که قبلا اصلا کسی به این پدها اصلا کاری نداشت. یا تو همون آمازون که گفتم که بارها شما این بوک ریدرش رو میبینید، یعنی یک نیاز جدید در افراد ایجاد میکنه. خب این نیاز جدید نشون میده که شما از وضعیت موجود با وضعیت مطلوب فاصله دارید. این کالا و محصول جدیدی که این فاصله رو میتونه پر کنه. خب تو این زمینه ما از تجارت الکترونیک به خوبی میتونیم استفاده کنیم و مثالهاشو من خدمتتون قبلا عرض کردم. بحث بعدی اینه که جستجو اطلاعاته. مشتری وقتی که دیگه بله حالا من نیاز دارم مثلا به یک آیپد، نیاز دارم به یک موبایل، نیاز دارم مثلا به خدمات بیمه، وقتی این احساس رو در حقیقت داشتم، اینجا زمانیه که مشتری میره سراغ اطلاعات، جستجوی اطلاعات، میره شروع میکنه که این محصولات در حقیقت جستجو کنه، این به صلاح ببینه که اطلاعات زیادی رو در حقیقت به دست بیاره. در این زمینه که ویژگی های مختلف اون محصول یا حتی فروشنده رو اینجا میاد به دست میاره. یعنی گفته در مرحله اول نیازش رو در حقیقت یا بهش القا شده یا رسیده که نیازش اینه، حالا میاد جستجو میکنه در مورد اطلاعات در مورد اون محصول و کالا یا خدمت.
بعد میاد در مرحله بعد evaluation of alternatives هست، یعنی ارزیابی گزینه ها. من اومدم 4 تا 5 تا گزینه رو به دست آوردم، 4 5 نوع موبایل رو مشخص کردم، حالا میخوام اینها رو ارزیابی کنم. خب تو اینجا خیلی مهمه که ما در حقیقت محصول ما در اون ارزیابی وجود داشته باشه. یعنی وقتی که مثلا من به عنوان یک فرد میرم مراجعه میکنم به سایت های مختلف، اونجا میگم مثلا من 5 نوع موبایل میخوام، مثلا دوربین داشته باشه، امکان مثلا جی پی اس داشته باشه، رزولوشنش این باشه، صفحه این چشم مثلا صفحه نمایشش چند این باشه. اونجا وقتی چیز کرد چند تا محصول میاد که میخوام حالا اون رو مقایسه کنیم. من خب محصولم اونجا وجود داشته باشه، یعنی اگر این محصول من دقیقاً تطبیق داره با اون نیاز مشتری، اگر اون سایتی که به ظاهر بی نظر هست و کارش یکی از خدماتش اینه، محصول من هم اونجا حضور داشته باشه و این امکان مقایسه وجود داشته باشه که محصول من هم در این مقایسه و ارزیابی شرکت بکنه. مرحله بعد خرید و دلیور یا ارساله. خرید وقتی که حالا مشتری آمد دید که بله این محصول مناسبشه، از ما هم میخواد خرید بکنه، میاد وارد سایت ما میشه، حالا میخواد بخره. ما اینجا باید سعی کنیم این خرید رو خیلی راحت بکنیم. در اصطلاح میگن سهولت در استفاده، ease of use. به راحتی فرد بتونه خریدش رو انجام بده. عرض کردم بعضیا به ما مربوط میشه، امکاناتی که ما فراهم میکنیم، بعضی هم واقعا مثلا برفرض مثلا این خرید الکترونیکی ما فقط یه شیوه داریم، خب فقط همون یه شیوه است در کشور ما. به هر حال سعی میکنیم که این خرید رو خیلی راحت بکنیم، خیلی راحت بتونه فرد فرایند خریدش رو انجام بده در اونجا. و بعدم ارسال. بازم من عرض کردم ارسال هم اینجا بحث مهمیه. یعنی مثلا ما آیا متعهد شدیم از اول که گفتیم که ما مثلا در طول یک روز اینو در سطح تهران، در 2 روز در سطح کل ایران به دست مشتری میرسونیم؟ خب این هزینهش چقدره؟ یا نه ما خودمون مقید نکردیم، میگیم مثلا 1 هفته، یا اصلا هیچ مقیدی نکردیم. خب هزینه‌مون خیلی میشه، ولی از اون طرف شاید مشتری زیاد رغبت نکنه، یا اگر یک بار خرید و دید که مثلا کالا این خیلی مهم هست، یا ما خودمون هم کرده باشیم یا به این شرکت ها کالا دیر به دستش رسیده، معیوب به دستش رسیده، یا حتی گاهی مواقع امکان داره ما اشتباه کرده باشیم تو انبار به جای کالای X کالای Y رو در اختیار قرار دادیم. اینا همه باعث میشه که یه مشتری دیگه نیاد سراغ ما یا عدم رضایتش رو به دیگران هم منتقل بکنه. دلیوری هر چند هم که امکان داره کار ما نباشه به یه شرکت ثالثی واگذار کنیم، اما خوبی یا بدی نحوه ارسال همه مسئولیتش با مای فروشنده است. یک از بحثایی که دقیقاً مطرح میشه اینه که اِوالویشن بعد از خریده. یعنی فرد، ما گاهی مواقع نوعاً به این شکستن توجه نمی کنیم. شما کالا رو از من خریدید، خدمات رو دریافت کردید، حالا من باید بررسی کنم که ارزیابی در حقیقت داشته باشم، ارزیابی پس از خرید داشته باشم. آیا شما راضی بودید یا راضی نبودید؟ اینجا یکی از بحثایی که دقیقاً هست اینه که ما 2 روش داریم. یکی این که بله ما امکانات همون FAQ گذاشتیم، اگر سوال داشته از طریق همون سوال متداول جوابش داده میشه، یا نه یک کاستمر سرویسی میذاریم، خدمات مشتریان از طریق ایمیل به ما مراجعه میکنن که این مشکل رو دارن و ما سعی میکنیم مشکل رو برطرف بکنیم. اما یک مباحثی که هست اینه که ما فعال برخورد هم باید داشته باشیم. فعال برخورد داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی ما میریم سراغ مشتری و نظرش رو میپرسیم. مشتری که حالا کالا رو خریده و داره استفاده میکنه، بعضی جا که این کالا خیلی گرون قیمت باشه و تعداد این مشتری‌ها کم باشه، مثلا مثل اتومبیل، ما حالا چه به صورت تلفنی چه از طریق سایت یک ایمیل میزنیم، باش ارتباط برقرار می‌کنیم که حالا شما اینو خریدید، نظرتون رو به ما بگید، چه مشکلی داشته، 2 ماه استفاده کردید، چه مشکلی با این کالای ما داشتید، یا چه جنبه‌هاشو خیلی راضی هستید، چه جنبه‌هاشو راضی نداشتید ریستید، یا نظرتون اون چیزی که فکر می‌کردید واقعا همون گیرتون اومده یا نه. گاهی مواقع این اصطلاحات که در کتابم صفحه 180 هست میگه مثلا گاهی مواقع افراد با یک عبارت
نوع خریدشون اعلام میکنن، میگم مثلا واقعا عالی بود، یا میگه که چی فکر میکردم چی شد. مثلا موبایل خریدم که این مشکلش رو روشن، ولی الان این موبایل حالا من چند روز باید برم دنبال اینکه موبایل رو درست بکنم و از خریدم راضی شاید نباشم. این بحث رو بایستی که در نظر ما بگیریم. میتونیم بعد اصلا کالا اگر کالای ارزون قیمت باشه و اصلا و تعداد مشتری‌ها خیلی زیاد باشه، اصلا امکان پذیر نباشه که ما چیز کنیم، به صورت راندوم باشون ارتباط برقرار میکنیم و به صورت فعال این برخورد رو در حقیقت بایستی که داشته باشیم. خدمت شما دوستان عرض بکنم بعد از بحث بسیار مهم رفتار مصرف کننده آنلاین که باید توجه خیلی زیاد داشته باشیم، مخصوصاً به خصوص اینه که این بحث یه بحث بومی هم هست. یعنی ما توی بررسی که انجام داده بودیم و در حال انجامش هستیم به نکاتی رسیدیم که اصلا امکان رفتار مصرف کننده مثلا در کشور ما با کشورهای دیگه متفاوت باشه. مثلا در یک کشور ما به دلایل مختلفی رفتار مصرف کننده این چنینه که افراد میان تمام اطلاعات، تمام مقایسه ها، همه کارهایی که مربوط هست رو مرتبط هست با یک کالا رو همه از طریق اینترنت انجام میدن، اما خریدشون به صورت فیزیکیه. یعنی اون موقعی میخوام بخرن الکترونیکی نمیخرن به دلایل مختلفی که الان هم قابل بحث بودیم بررسی میکنیم و به هر حال میشه بررسی کرد. خب من به عنوان یک بنگاه بعد اینو پس بدانم، اینو باید متوجه باشم که هر اطلاعاتی بدم اگر به این سمت هست که یه خرید به فیزیکی نیست، پس باید اینو یه کار در حقیقت همون گفتم تجارت مختلط، یعنی اونها رو ارجاع بدم به به اصطلاح به فروشگاه‌ها، به فروشگاه خودم یا فروشگاهی که مد نظر من هست اونا رو در حقیقت ارجاع بدم. اگر اینکه واقعا خرید انجام نمیشه، فرد میاد مقایسه‌اشو میکنه، تمام اطلاعاتشو کسب میکنه، اظهار نظرها رو میگیره، به جایی که میخواد خرید بکنه به هر دلیلی میره خرید اونجا. مثلا ما یکی از مشکلاتی که حالا به نوعی ما باهاش مواجه هستیم که حالا بحث هم هست، با بحث به نام یوزفولنس یا مفید بودن، من میخوام خرید انجام بدم ولی در برخی از کالاها وقتی شما مراجعه میکنید به تعبیری به یک سایت مراجعه میکنید میبینید که مثلا 10 الی 20% گرانتر است. اگر مثلا به بورس اون کالاها مراجعه کنید میبینید با 10 الی 15% یا 20% پایینتر از قیمت میتونید رو بخرید. خب اینجا افراد شاید رغبتی نکنن، اطلاعات کسب میکنن، اما موقع خرید سعی میکنن که در حقیقت بیان و از طریق به صورت فیزیکی این خرید رو انجام بدن. خدمت عرض کنم یکی از بحث‌های خیلی مهم و به تعبیری بگیم خاص تجارت الکترونیک بحث بازاریابی یک به یک یا وان تو وان مارکتینگ هست. ما بحثی داریم تحت عنوان بازاریابی یک به یک و به تعبیری بحث شخصی شدن رو در حقیقت داریم. اطلاعات در حقیقت چگونه این کار انجام میگیره؟ حالا به قول به اصطلاح بحث میگیم یک ارتباط یا یک خیابان دو طرفه است، یک ارتباط دو طرفه است. توجه داشته باشید ما در کتابتون صفحه 182 کتابتون در حقیقت هست، اینجا نشون دهنده The New Marketing Model هست یا مدل در حقیقت جدید بازاریابی. اینجا به نحوی همون بازاریابی یک به یک مطرح هست. یک به یک رو خدمتون عرض بکنم که ما برعکس مس مارکتینگ یا بازاریابی انبوه، مثل رادیو تلویزیون یک بازاریابی انبوه هم، ما تبلیغ رو مثلا ساعت 9 شب داریم در تلویزیون و هر کسی در حقیقت مخاطب ما همه افرادن. بعد مثلا در یه مرحله بعد رفتیم به مس کاستمایزیشن. مس کاستمایزیشن یعنی به این تعبیره که ما میایم گروه میکنیم، سکتور گروه بخش میکنیم خریداران محصول خودمون رو، مشتریان خودمون رو، و هر گروه رو هم اختصاصی میایم در حقیقت بازاریابی رو اعمال میکنیم. میگیم مس کاستمایزیشن یعنی شخصی سازی انبوه، مس کاستمایزیشن میشه شخصی سازی انبوه. مرحله‌ای که این مرحله یه مرحله بعد از این هست،
اونم اینه که ما رابطمون رو رابطه یک به یک کنیم. یعنی هر فرد، ما بازاریابی در مورد هر فرد رو جداگانه داشته باشیم. مثلا اگر در تصویر قبلیش رو در مثلا ببینید اونجا، مثلا ما خب شما اون 4P، حالا 4P سنتی بازاریابی اگر شما مروری بکنید در ذهنتون، تو اینجا می‌بینید مثل پروداکت، پرایس، پلیس، پروموشن، محصول، قیمت، مکان و نوع پروموشن. توجه داشته باشید در بازاریابی یک به یک اینه که در حقیقت ما برای هر فرد یک آمیخته بازاریابی از این 4P رو جداگانه داریم. در مس مارکتینگ اینکه این 4P برای همه افراد جامعه هست. در مس کاستمایزیشن یا شخصی سازی انبوه ما گروه مثلا 5 گروه 10 گروه، باز دو مرتبه 4P رو برای این 10 گروه جدا جدا داریم به اصطلاح مشخص میکنیم. در وان تو وان مارکتینگ که بحث کاملا در حقیقت به اصطلاح نهایت این امر هست، اینی که ما برای تک تک افراد آمیخته بازاریابی اختصاصی داریم و این یک کاریه که در گذشته اصلا امکان پذیر به این تعبیر نبود. در عصر صنعت نمیتوانستیم ما این کارو بکنیم، اما الان از طریق تجارت الکترونیک و امکاناتی که اخیراً به وجود اومده، این تا حدی به این سمت داریم در حقیقت گذر میکنیم و میریم. تو این تصویر شما مشاهده میکنید، در تصویر 17 اسلاید 17 در شکل در اسلاید 17 هست، شما اینو مشاهده میکنید که این تصویر خیلی ساده. از اون بالا شروع کنیم. مشتری در معرض بازاریابی ما قرار میگیره. در مرحله اول ما به نحوی شناسایی کردیم، مثلا با یک تبلیغات یا با هر روش، یا تبلیغات به صورت از رسانه ها باشه، از طریق سایت باشه و غیره، در حقیقت میایم پیام خودمون رو در اختیار او قرار میدیم، به نحوی محصول خودمون رو در اختیار او قرار میدیم. مرحله بعد اینه که مشتری تصمیم میگیره که در حقیقت به تعبیری آیا جواب بدهد یا جواب نده به این پیام ما. به تعبیری اگر امکان داره اصلا جوابی ندهد، یعنی مثلا ما در معرض شما خیلی وقتا شده شما یه تبلیغ رو دیدید، اصلا از این تبلیغ به راحتی گذشتید، چون اون محصولی که در اون جا داره تبلیغ میشه، اون کالا و خدمات، اصلا مبتلا به شما نیست، اصلا شما مصرف کننده اون محصول نیستید، پس ازش به راحتی گذشتید. اگر نگذشید و اون محصول تطبیق داره با نیاز شما، اینجاست که در حقیقت به مرحله میرسه که مشتری تصمیم به خرید میگیره. اگر مشتری تصمیم به خرید گرفت، بعداً خرید اون رو ما میایم اولا مثلا اگر طریق الکترونیکی خرید، ما خریدش ثبت میشه که کالا در اختیار او قرار بگیره و تو این فرایند که ما تقاضای اون رو گرفتیم، کالا رو فرستادیم، پول رو دریافت کردیم، تو این در بیزنس ما، در کسب و کار ما این جاری میشه، ساری و جاریه که این در کالا رو ما فروختیم. از طرف دیگه داده های رفتاری هم ما اینجا جمع آوری میکنیم. با جمع آوری کرد دیتابیسمون رو آپ تو دیت میکنیم. دیتابیسی که داریم آپ تو دیت میکنیم. مرحله بعدی میایم و به تعبیری پروفایل مشتری رو بر مبنای رفتار مشتری توسعه‌اش میدیم. یعنی چی؟ اینه که یک تفاوت اساسی وجود داره در به اصطلاح تجارت الکترونیک جدید، اینه که هر فردی که از شما یک خریدی انجام میدهد، خریدش رو تو یک پروفایل جداگانه شما خواهید داشت. مثلا مانیا این در حقیقت کیبورد رو در این تاریخ خریده، من به عنوان مشتری شما یک کالا از شما خریدم، شما اطلاعات مربوط به من، خرید من رو شما در یک جایی ذخیره در حقیقت میکنید، یک پروفایل برای من تشکیل میدید.
مرحله بعد اینه که حالا اگر من 2 مرتبه بخوام خرید کنم از شما، بار دوم، بار سوم، بار چهارم، این 4P که من عرض کردم، یعنی هم آمیخته بازاریابی، بر حسب ویژگی من، خرید من تغییر باید بکنه. من اگر 2 تا 3 تا کالا شما خریدم، به من یک اشانتیون میدید یا یک امتیازی میدید که مثلا یک خرید دیگری هم با یک مثلا 50% قیمت میتونم خرید کنم. قیمت رو شاید بر من کم بکنید، پس تو پرایس تغییر میده. پروموشن فرق میکنه، امکان داره به من تو جایزه شرکت بدید، اشانتیون به من در حقیقت بدید. حتی نوع محصول امکان داره فرق بکنه. محصول کاستماایز شده در اختیار شما قرار بدیم. این منحصر به منه، یعنی کنهو شما آمدید یک آمیخته بازاریابی اختصاصی برای من نوعی ایجاد کردید. مرحله بعد اینه که ما خب حالا بازخورد گرفتیم، کالا خریداری شده، نظراتو گرفتیم، ما به اینکه حالا 2 مرتبه بررسی میکنیم که واقعا چه رسانه‌ای، چه مدیایی رو انتخاب بکنیم برای اینکه به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان. آیا از طریق همون بیلبوردها انجام بدیم، از طریق تلویزیون انجام بدیم، از طریق اینترنت انجام بدیم و ماننده این. همین بحث مشخص میکنه که حالا 2 مرتبه میرسیم به اول قضیه. حالا بازخورد گرفتیم و نحوه تبلیغ ما و نحوه در معرض قرار دادن کالا و خدمات ما متفاوت خواهد شد. پس توی این زمینه ما این امکان در حقیقت برای ما وجود داره که ما 2 مرتبه این سیکل رو طی بکنیم. یعنی این سیکلیه که در حقیقت هی ما میریم، کار رو بروز میکنیم، پروفایل تشکیل میدیم، این پروفایل رو در حقیقت بروزرسانی میکنیم، دیتابیس اون رو بروزرسانی میکنیم، نحوه تبلیغ، ارائه خدمات به مشتریان، تحقیقات بازارمون رو بروزرسانی میکنیم. خیلی ممنون از توجه شما. انشالله بحثمون رو که بحث بعدی ما در حقیقت تا صفحه 183 کتاب، یعنی شخصی نمودن، شخصی سازی، کاستمایزیشن هست، من به اتمام رسوندم. انشالله موفق و مؤید باشید. خدا حافظ شما.